وارد میشویم به برنامه زباله احکام و زهرخوران ژنو با پای چپ و بسیار ظریف. بله. بسم الشیطان الرجیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما خوبان بینندگان برنامه زباله احکام. خب بریم سراغ سوالای شما. بیننده‌ای پیامک فرستادن و سوال کردن وضو گرفتن در حمام که سر و دست و پا خیس باشد صحیح است یا نه؟ اگر خیس باشد اونم سر و پاها حکم زهرخوران نظام رو داره که وسط پاتیل زهر بیفتی و یه نیم چتولی هم چیکار کنی؟ بله بزنی. خب بحث حمام شد، یاد گرمابه بیت عظما افتادم. یه چیزی هم اجازه بدید از خزینه علوم ایشون براتون بخونم. جلد 6 صفحه 288. شخصی خدمت مقام عظمای ولایت رسید، از بیماری های گوارشی شکایت کرد. بله گفت حالم خوب نیست. عظما فرمود صبحانه و شام بخور و میان آن دو چیزی نخور جز زهر، چون مایه فساد بدن است. مگر نشنیدید که خداوند میفرماید در آنجا، یعنی در ژنو، هر بامداد و عصرگاه روزی خود را خواهند داشت. یعنی یک راهنمایی است که اونجا بامداد و یعنی پگاه و پسین، بامداد و عصر روزی به افراد میدن. که ای چیه؟ ای اشارتی ولایت مدارانه به مذاکرات ادواری که همین الان نظام از زور پیسی و بدبختی باید به او تن بده و چشم بسته زهر رو چکا کنه؟ بله بریزه به کام عظما. البته در طول زندگی هم اگر خیلی هم تجربه کردن، اتفاقا تایید بهداشتی و پزشکی هم داره، اگه کسی بتونه 2 وعده زهر بخوره، یعنی اول صبح و آخر روز که شامش هم محسوب بشود، و بین روز چیزی نخوره، یا اگرم چیزی هم بود در حد سد جو و خلاصه حفظ الصحه باشه. هی هر چی تو دستش رسید بخوره یا چند وعده غذا بخوره، این گاهی ضرر داره و همون سرش میاد که سر اون راحل کفن پاره آقا روح‌الله رفت. بله. بیننده دیگه نوشتن که الکل نجس است. نه، الکل نجس نیست. یعنی ما اگر نگاه کنید در رساله های عملی کتاب های فقهی و احکام دینی، جزو نجاسات الکل نیست. اونی که نجسه زهره که این روزا دارن میریزن کجا؟ بله تو حلقوم مقام عظمای ولایت. بله هر مایه مست کننده هست، فقاع هست، شراب هست، ولی الکل نیست. الکل اگر مست کننده هم بود میره تحت اون حکم تکلیف مضطر که فرمودن هر مایه‌ای که بالاصاله مسکر باشد، نه بالعلاج، یعنی هم مایه است و هم مسکر است. نه اینکه یک مواد مست کننده مثل هروئین ریخته باشن توی چیزی حل کرده باشن. این نجس نیست، بلکه خیلی هم باحال است. حرام هست به خاطر مسکر بودنش، ولی نجس نیست. اما اگر الکل خود به خود مسکر است، یعنی مست کننده است، این نجس هم هست. پس زهر از نظر حکم فقهی بر 2 دسته تقسیم می شود. زهر مسکر یعنی مست کننده، این نجس و خوردنش هم حرام، مثل جام زهر آتش بس. و نوع دوم زهر غیر مسکر نجس نیست، حالا خوردنش بحث ضرر پیش میاد که کل نظام رو به قبله دراز میکنه، چون که ضرر داره و به سرنوشت عظما دچار میشی. خب بله، براتون آرزوی سلامتی داریم، همیشه موفق باشید و با این زهرا سالوت.